امروز سر کار یه اتفاق بدی واسم افتاد که واقعا شوکم کرد. من توی یه شرکت دولتی توی آلمان کار میکنم که اونجا ما خیلی مشتری داریم و هر روز ما باید پاسخگوی خیلی از آدما باشیم که میان کارشون رو انجام بدیم. امروز یه آقایی اومد که تقریبا نرمال نبود و ما شاید 15 ثانیه فقط از صحبتمون گذشته بود که من به حالت اینکه میخواستم حرفش رو قبول نکنم شروع کرد به ریاکشن های خیلی بد نشون دادن. دستش رو کوبوند روی میز، شروع کرد به داد زدن، فحاشی کردن، تهدید کردن و حرفا و کارهایی انجام داد که من واقعا توی ویدیو یوتیوب نمیتونم بگذارم. با این کارهایی که داشت میکرد و اینا بقیه همکارام دویدن اومدن و همه جمع شدن و این به همه فحش میداد و داد میزد و من واقعا ترسیده بودم، شوک شدم که چرا یهو این اتفاق افتاد، من چی گفتم، چی شده اصلا. و اینقدر شدت گرفت که خب زنگ زدیم پلیس و پلیس اومد. پلیس که اومد تازه اونجا من شوکه شدم